عزیزای دل سلام علیکم، خوب بخیر، جانجو سلامت بخیر هستین. امیدوار هستیم که جور و صحتمند و سر حال باشین. همدیم پشتر از ما قسمی که میگردین در یک سالون یا موت قشنگ و خوشگل در شهر زیبای لینز. امروز هم اینجا یک جشن برگزار شده، جشن روز فرهنگ هزارها است. عزیزای دل ویدیونا رو بگردین و هموت لایک های جانانه کامنت های قشنگ کنید و از ویدیو لذت ببرید. سلام دوستای عزیز، خوب اینجا سلامتین. قسم اینجا گفتم دیدین در جشن روز فرهنگ هزارها پیش روی سالون استاد شدیم. به شما سلام میدیم، مورد داخل دیگه شما ما رو ببینیده باشین. از ببینیده باشین، تصویرها رو بگردید و لذت ببرید. از دایده قسمی که میگردین برنامه دالی شروع شده یا در جشن روز فرهنگ هزارها هستیم که در لینز اتریش برگزار شده. واقعا که عالی آمادگی گرفتن. سعی کنید که چک امروز نانبوت‌های وطنی جور کرده. یم یک گوره از ما و شما که ما و شما در داخلش کلان شدیم. از دایدر سهل کن که چی یک آمادگی گرفته واقعا همو تا پیرانای توشگاه اصیلی حاضرگی. عزیزای دل قسمی که میگردید این نکتایی موسیقی دوله خطومات خوب و همه چیزای فرهنگی از ما هزارها هست دیگه. این دوره را سهل کن قشنگ معلوم میشه برای همزی جلال قرمه جلغش یا مبلوی دیگه. اینیم از خوراکی خوشمزه از ما خیلی خوشمزه است. این نانبوچه حلوا جور کده، گولانی، گندنه، یم دوختی داخل کاسه امرای چنچه ارمنی آورده. سمکیم چه قشنگ معلوم میشه. یم تکی بگری آجای یا موگره میده یا لخش کرد سه رقم نام داره. ایش هم از برینی بودو یا شیرین نان خمیر خودتون چی میکشید. یا ملیده هسته، ملیدهش هم خیلی خوشمزه معلوم میشه. ما خیلی خوشمزه داریم دیگه. نال دیل میتونه بگیم گندنه و نان تردوغی امرای چنچه ارمنی آورده. سمکیم چه قشنگ معلوم میشه. این که آرد بریو است. عزیزای دل داخل کاسه چنده کلچه و بسراغ چکی وی تو دبله دسترخوانی قلمه که خیلی خوبش قشنگ معلوم میشه. از بکس و سر بکسیشی اصل کن وسکد و کولار اند سرش اشته بله نمایش. این که از این نمایشی همه وسایل های فرهنگی از ما هزارها هست. پشت سر جلوی قرمه جلغه را سهل کنیم که چی قشنگ بوده اینجا چنده. امروز روزی برخاستن صداهایی که تاریخ هست چند بار خاموششان کند، اما نتوانست شکوه بودنشان را از حافظه زمان بگیرد. امروز روزی نامی هزاره است، نامی که بوی صبوری می‌دهد، رنگ رنج دارد، اما قامتش همیشه از جنس وقار و روشنی بوده است. سلام بر شما که از تبار ترانه و تبسمی، از نسل کوههای استوار، از دیار دلارام، از قبیله چراغ‌هایی که در سخت‌ترین شب‌ها نیز خاموش نشدند. فرهنگ هزاره فقط مجموعه از رسم و روایت نیست. فرهنگ هزاره شعری که در گلوی تاریخ مانده،
آوازی است که از دل غربت گذشته و نوری است که قرنها در میان باد و بارود باز همراه انسانیت را روشن نگه داشته است. اگر تاریخ بر شانه‌های این مردم اندوه نوشت، این مردم با شعر پاسخ دادند. اگر درد آمد با موسیقی دوام آوردند و اگر تاریکی خط کشید فرزندان این فرهنگ با دانایی و امید صبح را دوباره معلوم کردند. خانم‌های مهربان، تشکر میکنم از همکار خود خانم عارفی که با سخنان شیرین خود مجلس را آغاز کردند. برنامه جشن هزارگی را با یک سرود هزارگی و حضور خانم‌ها و جوانان شروع میکنیم که با نمایش لباس و حضور در صحنه برنامه شروع می شود. تا ورود تیم نمایش لباس لطفاً تشویق کنید. Boy,
روزی مبارکی فرهنگی هزاره هاست. روزی که با افتخار و سربلندی گرد هم جمع شده ایم تا فرهنگ، زبان و هویت اصیل خود را گرامی بداریم. در این برنامه مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌های هزارگی و آلمانی را تقدیم می‌کنیم، زیرا دانش خرد محض نمی‌شناسد و ما هزارها همیشه دانش طلب و آینده‌نگر بودیم و خواهیم ماند. بهار من و سوسن جان با کمال افتخار و فروتنی چند تا از گل‌های زیبای ضرب‌المثل را تقدیم حضور گرم شما بزرگواران می‌کنیم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان باشد. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen und alles Gute zum Hazara Kulturtag. Wie Matrop bereits erwähnt hat, habe ich heute die Ehre, Ihnen die deutsche Version der Sprichwörter vorzutragen. کار امروز را به فردا نیلو. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. سرگذشته از طبیب بالا. Übung macht den Meister. کار خود بینای مردم. Den Splitter im Auge des anderen sehen, aber den Balken im eigenen nicht. نابودرنج گنج میسر نمی شود. Ohne Fleiß kein Preis. به رسیدن بهتر از نرسیدن است. Besser spät als nie. دیوار موش دارد، موش گوش دارد. Die Wände haben Ohren. از آدم بیکار خدا بیزار. Der rastet, der rostet. تا باد نزنه بوته هم شور نمخورد. Kein Rauch ohne Feuer. آشپز که زیاد شنه آش هم شور بشه. Viele Köche verderben den Brei. خنده بهترین دارو است. خنده بر هر درد به درمان دواست. Lachen ist die beste Medizin. صحبت نقره است، سکوت طلا. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. چاکن در چای. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. چاکن در چای. نان و پیاز هاش باز. Lieber mit wenig glücklich sein, als mit viel Unglück. شما تنها آن چیزایی را می‌بینید که می‌دانید. Man sieht nur, was man weiß. آب را ندیده، موزه را کشیده. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. گذشته ها گذشته، کاه کهنه را باد نزن. Das ist Schnee von gestern. تشکر از شما عزیزان. روزی فرهنگی هزاره ها مبارک. با سپاس فراوان از شما و تشکر از توجهتان. تشکر از خانم مهتاب رحیمی و سوسن عارفی. خانم‌های نازنین، اکنون نوبتی باشد، نوبت شمایید، نه نوبت ما. با افتخار خودتان نچکچک. دعوت میکنیم از حضار گرامی، اگر کسی شعر ضرب‌المثل هزارگی برای بیان داشته باشد، می توانند دست خود را بلند کنند تا مایک در اختیارشان قرار بگیرند. اگر نه با خود می‌روم کمادم سوچو آفیس از سر آفیس خورد دیگه. باید آمادگی داشته باشید. ایرانی کسی که آمادگی شده دستو بلند کنه. آرکست شعر داره یا ضرب‌المثل؟ شعر ضرب‌المثل هر چی که دست خوبان که تا مایک در اختیارشون قرار بگیرن. با خیره باشه. ما اخلای بکنیم. شادو جنبر بیدو انبر القا زنجیر گوما کوتا دانا دینا تیرکش پرکش دو طرف می‌بینیم. با افتخار خودتان نچکچک. آمدیدم بس بیازرگی بیار من نشی. آمدیدم بس بیازرگی بیار من نشی. قدمای شم سر چشمای من خوار من نشی. قدمای شم سر چشمای من خوار من نشی. او بیار من نشی. او خوار من نشی. او بیار من نشی. او خوار من نشی. آمدیدم بس بیازرگی بیار
بچه خودم میگفت که بچه امریکاکای تا ببر در قاد داگاه بازی میگفت باشه بچه بازی شوکی شده بود که آمده بود خانه یا چاش بود در نان خوردن شروع کرده بود تو نان زیاد خورد گفت بچه می کاکای تا برده بودی در قاد انگورا یا نه؟ گفت آقا جان همونجا هم دودیستم میزد با افتخارشان با افتخار آقایان تشکر بسیار عالی بسیار خوب شد واقعا لذت بردیم باشه که اینجا جمعه کاکای که هستم ما شعر کنم حالا دو بیم بورس بیم بودن پرونیه آرتگیه با افتخار شما لاله بازار صدا ندارم مقصد آقای قادر شکر بوده ما نمک بلیش بینید زبان قرقاشی صدف در رو کجایی جری برگا کردی دامو کجایی جری برگا کردی دامو کجایی درمه پرتاو کتا بر پرتا کهی غمای تو نموشه دامو کجایی غمای تو نموشه دامو کجایی تشکر دوستان این نمک بود دفعه شکر عالی بود با خدا برنامه شما را که گوش کنم خیلی برنامه جالبه خیلی برنامه خوارم قشنگه مقبوله همیشه نگاه کنم واقعا شما مردم رو میخندانید زنده باش ما کوشش کنیم که میدمی لبای از اون مردمی که برنامه رو میگردن فقط یک چقدر خنده در لفظ بیری فهمیدی هم غما رو غلط کردی ولی باز از این برنامه از بعد جا باز سوء استفاده میکنه یک چیزای دیگه فکر منه در حالی که ما برنامه رو برگزار چی مونیم ویدیو رو میگیم جور مونیم او پخش میشه تا که نفر کامنت نده مو یک چقدر جایش که وا فهم کنه مود متوجه نمیشه فهمیدی این خیلی اشتباه ولی باز به وقت کم بدید متاسفانه که نمیتونیم بیشتر فعالیت کنیم باز زنده و سلامت واقعا ما برنامه شما همیشه نگاه موفق باشید میگه با شمارزی موفقیت کنم دیگه تو زنده و سلامت خوشحال شدیم شما دیدیم در برنامه زنده باشید تشکر مو همچنان با خدا مو خیلی خوشحال میشیم که دوستان دیگه این همه برنامه برگزار شدن خیلی عالیه نه که آدم بعد از وقتا یک دار آدم شده این هم یک برنامه هایی که برگزار میشه خوبیش این میشه از که بعد از سالها آدم یک دار میگردن که در زمانهای در وطن بودن یک جای بودن سالهای هم دیگر ندیدن و اینجا باز یک جای میشن هم دیگر میگردن خوشحال شدم واقعا چطوری هست کجاست عادل ما را شنیدید نه ما را به نظر فراموش کنید با خدا دیت امیت از بس که یعنی فکر و چیزا بهی گرفتار هم یکی واسه خوشحال شدم با خدا اینا جاست نمین جاست دیشون خوشحال شدم باز میگم من دیگر برنامه تشکر بچه‌م یک دنیش تورنمنت داشت اموت که پیشتر گفتم خو یک دست دوست یک دست دوستایی که دیر وقت نمیگردیم باشه این تا یک برنامه برگزار میشه آدم دیدن مونه یک دنیا ارزش داره واقعا
واقعا که دیار زیست دارم شانس خوش است قابل پول گرفتن اصلی ولی بود بعد شانسی دیگه طرف بالا دیچ وزیر نبیشتر با شاونر بود تازه از روی میجه نزدیک است چکور در خانه تامایی چکور خانه نگرد دیگه خب خیر باز اگه اجازه داد نه مثلا اجازه داد خانم هم بالاست اگه اجازه داد نیم ساعت چه دقیقه میشه بهتر بریم شام خریز اجازه میدید اجازه تلفن نه مثلا اجازه نیست ما از وین تا اینجا هم بعد راحت بشید دم راست که آن شاید اجازه میدید دیگه ولا بهتر باش اگر باشه دیگه اون یک زنگ دیم بچه‌ها ماشاءالله اونجا همی فاتور می جمع بود دیگه بود ما ماشاءالله سلامت یعنی بخیر شکل تازه سلامت سلامت بخیر خیر برنامه شروع شد ما یک زنگ دیم اول به کار بیرون اگر ما خوشید
کمی تو تشریف میری ایشی بخشی از ما یک دنیا ارزش داره. زنده و سلامت باشین. تشکر. خود ما تو قدم شده که میگرنی در میدیا افتخار. این می رقم یک گپاست که چه رقم میگم شما هستین که ما هستیم خب دیگه شما که نباشین او برنامه از ما دیگه به درد نمیخوره خب نه شما که موی شما برای این کاس میدن. زنده و سلامت باشین. زنده باشین. تشکر از تک شکل واقعا یک جامعه زمان روش منه که این کاس دیدش نه دقیقاً چیزا هست مقصد کم کسری از ما است خب کم کسری از است که گرفتاری ها خیلی زیاده خب وقت نمیشه که آدم یک برنامه‌های صحیح جور کنه در خیلی جایا بتونه شرکت کنه خب این رقم یک پای دیگه این برنامه قومیه هیچ کس از کس گله و شکایت نداره خدا کنه که بخش همگی قومای ما خوش آقای سروری بیا تو کجا موری دیگه بیاک نوبت باید بازم تشکری و شما که تشریف آوردید از دای دل در نیمه دوم رسیدیم قرار دیگه برنامه تا به حال واقعا عالی بود از تک تک از جوانای لینز تشکری مونیم که سال به سال برنامه‌شی با کیفیت‌تر بهترتر شده موره همین روز تا به حال که واقعا عالی بودن دیگه دو چی که خیلی از دور بر از ما است دیگه آقای سروری رو گرفتیم آقای سروری خوب بخیر جور تکلیف و تازه سلامت از لیستی که دایدا بودا و نه آقای سروری این گیر نگیرم که من دیش نکنم با خدای نه این میگردم این طرف دایدا کو طرف دایدا یک از دوستار که میگردیم امی یک دای کمی وظیفه است واقعا خیلی دایدا بودا و من خیلی زحمت دارن دیگه دست از یار درد نکنه دیگه واقعا که عالی بود برنامه اشتباه چیزی که گفتنی دارین بخشی عزیزای که شمور میگردن میتونیم زنده و سلامت باشه ما جان سروری با نمایندگی انجمن فرهنگی کوی بابا یک بار دیگه آمدن شما رو رنج خیر مقدم میگویم آرزومند هستم که سالهای سال چنین شاد و سربلند باشین بتونین از برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های هنری همیشه انعکاس بدین در ضمن برنامه ما آغاز شده ما الان در پاوز هستیم یک درصد برنامه تمام شده آرزومندم که برنامه از ما بینمی خوبی ادامه پیدا کنه تا آخر برنامه و همچنان جای افتخار است و جای خوشی است که امروز ما در این سالن می‌بینم قوم‌های ما نه تنها از ولایت مارستورای بلکه از سر تا سر اتریش در اینجا ما مهمان داریم از وین از سالزبورگ از گرات یعنی جای افتخار است قوم‌ها به معنای عزیز که قوم‌ها همو هویت خود را دوست داره هویتش برش ارزش داره جمع شدن در کنار همدیگر به معنای تنها دین و بازدید نیست به معنای انعکاس اجتماع یک جامعه است درک یک جامعه است یعنی پس ما یک ملتی هستیم که محکم تحت فشارهای اقتصادی و جهانی در کشور برون افغانستان بسیار زجر کشیدیم اما وقتی در این کشور آمدیم از دیدگاه اقتصادی و فکری تا مرحله رسیدیم انجمن فرهنگی کوی بابا بزرگترین آرزویش برای تمام عزیزان در هر تا اروپا است که بخش علمی هدف ما است بخش اقتصادی هدف ما است شما می‌بینید در اینجا ما بخش‌های کتاب رو داریم در اون طرف بخش‌های شرکت‌های داریم که شرکت‌های برقمون تخصصمون حمایت کنیم چون ما دوست داریم که قوم‌های ما از دیدگاه علمی، هنری و اقتصادی رشد کنند یعنی هدف برگزاری امروز در واقعیت برگزاری هدف روی یک نقطه اساس تمرکز شده و در آینده ها ما می‌خوایم بخیر رشد بدیم که بخش اقتصادی علمی و فرهنگی است یعنی علم اقتصاد ریشه فرهنگ دقیقاً از دل برنامه تا به حال که جریان داشته بی‌نظیر بودن دیگه این آرزوی کلی ما و شما مردم است که در کل جهان در کل جای ما مردم این رقم دست به دست باشیم و امیر رقم همدیگه باید حمایت کنیم و در این رقم به برنامه‌ها باید شرکت کنیم آقای سروری زنده و سلامت باشین تشکر برنامه‌ای که امید یک باشکوه برنامه برگزار کنید یک بار دیگر از چشم کامره شما برای تمام قوم‌های ما در سر تا سر جهان این 19 می را گرامی می‌داریم و مبارک می‌گوییم آرزومندم که ما درخشان و پر علم پر اقتصاد در تمام عرصه زندگی باشیم عالی واقعا
گفتم گفتنی اگه دارین گفتیم پیشتر شما چی؟ ما کمی خواهی که میگه رو بگه همون باشیم والله ما کسی که جمعیت خوش داره هم دیگر هستیم خوشحال هستیم زینبی کلی چیزی چطور هستیم احمدی یاد دیگه ما اینجا مردم از جغوری داریم. من برای شما یه دونه سوغات گرفتم و بیارم. میفرستم یا سلام برسان برای شهر کابل. سلام برسان برای فرشته دختر قوم از من. تشکر.